مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حالت قتل همسر با دست شوهر جوئل خبر داد. بنا به اطلاع رسمی تخمینا ساعت 3:30 شب 6 فوریه سال 2023 یک مرد 53 ساله ساکن شهر پنجکند در خانه استقامتیش از احسیات رشک و بدبینی همسرش زن 53 ساله را با دستانش بوغی کرده او را به هلاکت رسانیده است. تفصیلات دیگر این حادثه و نظر اهل خانواده هنوز دسترس نیست. معلوم نیست که مایه آن احسیات رشک و بدبینی چی بود و در آن پاس شب بین زن و شوهر چه مناقشه برخاسته است که به چنین فرجام مرگبار آورده است. وزارت کارهای داخلی تنها گفت که نسبت به گمان برشونده بر اساس قسم یکم ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون همچون جزا از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند. قبلا کارمندان میلیسیا یک ساکن 35 ساله نویه دنغره را با گمان سوء قصد به آدمکشی دستگیر کردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 2 فوریه سال 2023 خبر داد که ساکن دنغره روز 1 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 12:00 از بازار گنجینه شهر دوشنبه یک کارت خریده به نویه دنغره رفته است و در یک نقطه فروش مشروبات 200 گرم نوشاکی کنیاک نوشیده سپس در حالت مستی به خانه والدین همسرش زن 30 ساله نویه مذکور رفته است و با سبب مناقشه اویلوی با کرد با خود آوردهش 11 مرتبه به عضوهای بدن همسرش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار خویشاوندان نزدیک از جمله همسران از دست شوهران خبرهای زیاد به دست میرسند. کشتار همسران از دست شوهران طوری از نتیجه های تفتیشات برمی آید اساساً در زمینه رشک صورت میگیرد.